دوستان سلام، به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. هممون میدونیم که شهریار تبریزیه و اون ته لهجه ترکی آذربایجانیش برای من امضای صوتی شعراش به حساب میاد. این خاطره راجع به زبان ترکی آذربایجانی شهریاره. پس بشنویم خاطره امروزمون رو. اسم این ویدیو شهریار و زبان ترکی آذربایجانی. شهریار و زبان ترکی آذربایجانی. سرماخوردگی و ناراحتی روحی شدیدی داشتم. 2 روز بود که از سعادت دیدار استاد محروم مانده بودم. در حالی که در بستر بیماری با هزاران درد و ناراحتی به خود میپیچیدم، تلفن زنگ زد و گوشی را برداشتم. حضرت استاد بودند. اول فرمودند: خطی نمی نویسی و یادی نمی کنی. شمعی فرست عاشق شب زنده دار را. بعد گفتند: چرا نیستی؟ عرض کردم که استاد مریض حالم. متأثر شدند. دنبال پسرشان هادی بودند. میدانستند که هادی با پسرم شهریار دوستی دارد و تقریبا هر روز به خانه ما می آید. هادی با اشاره دست گفت که بگویم اینجا نیست. مجبور شدم و گفتم استاد تا نیم ساعت دیگر شاید بیاید. گفتند که اگر آمد بگو سری به من بزند. از او دلنگران هستم و در ضمن نمیدانم غذا را کجا گذاشته. زمان جنگ تحمیلی عراق به ایران بود. تبریز از طرف دشمن موشک باران میشد. استاد چند سال قبل همسرشان را از دست دادند و 2 دخترشان ازدواج کرده و رفتند و خیلی کم به پدرشان سر میزنند. تنها پسرشان هادی هم دنبال کارهای خودش می رود و ایشان در خانه تک و تنها می ماند. کس نیست در این گوش فراموش تر از من و از گوش نشینان تو خاموش تر از من. فوراً هادی را وادار کردم که هر چه سریعتر خودش را به استاد برساند. هادی رفت و من به اتفاق همسرم غذایمان را برداشتیم و به منزل استاد رفتیم. چه خانه‌ای، چه زندگی، چه بگویم. به قول مرحوم میرزاده عشقی: ز دلم دست بدارید که خون میریزد، قطره قطره دلم از دیده برون میریزد. باری نشستیم. صحبت از تنهایی و بدبختی و بیچارگی میکردند. برای اینکه ایشان را از آن حال درآورم، از هر دری سخن گفتم. به قول ایرج میرزا: سخن را گه ز خسرو دادم آیین، گهی از بی‌وفایی های شیرین. گه از آلمان فرو خواندم گه از روم، ولی مطلب از اول بود معلوم. اما عمق ناراحتی های استاد به حدی بود که صحبت های من تأثیر زیادی نکرد و ایشان آه عمیقی کشیدند و بیتی از منظومه حیدر بابا را خواندند. Ay özümü o azdiren günlerim, ağaç minip at gezdiren günlerim. دوباره رشته سخن را به دست گرفتم و سوال کردم: استاد نظرتان در مورد منظومه حیدر بابا چیست؟ بعد از انتشار آن با چه عکس‌العملی روبرو شدید؟ فرمودند: حیدر بابا شاهکاری است به زبان آذری که به وجود آمدن آن را کاملا مدیون مادرم می‌دانم. مثل اینکه مادرم آن را ساخته. اگر او نبود، حیدر بابا هم نبود. استقبال بی‌نظیر مردم مایه سربلندی و سرافرازی من گردید. اما چرا به تبریز برگشتم؟ بعد از ساختن شعر تهران و تهرانی در تهران آرامشی نداشتم. به تبریز بازگشتم. باز در تبریز هم برای اینکه منظومه حیدر بابا را ساختم بیشتر ناراحتم کردند. مگر تو نمیدانی که در تبریز من و خانواده‌ام را در خانه کوچکی زندانی کردند و از بابت آن خانه از حقوق ناچیزم نیز مرتب کسر می‌کردند. در جلد 2 حیدر بابا مگر نخوانده اید؟ Duvar ucaldı, gün bize düşmedi. Zindan qaraldı, göz gözü seçmedi. عرض کردم: استاد قبل از خلق منظومه حیدر بابا نظرتان در مورد زبان آذری چه بود؟ فرمودند: یعنی چطور نظرم چه بود؟ گفتم: چون شما با زبان فارسی کاملا مانوس شده بودید، به طوری که هنگام آمدن مرحوم مادرتان به تهران و تقاضای وی از شما که شعر ترکی از شما می‌خواهد، شما در جایی فرموده اید که آن زمان من به زبان مادری خود کاملا بیگانه شده بودم. آن را عرض می‌کنم. استاد فرمودند: موقتی بیگانه شده بودم. بالاخره زبان مادری من ترکی آذری است. زبان خیلی وسیع، پرمحتوا، شیرین و با احساس. من در منظومه حیدر بابای سلام به آن جهت که شیرینی ترکی آذری را به نمایش گذاشتم مورد خشم و غضب قرار گرفتم. ولی آن شعر انقلابی نیست که مستوجب عقوبت باشم. در نظر داشته باشید که ما بازیچی شیاطینی هستیم که در هر زمان اطراف زمامداران این مملکت بدبخت را گرفتند
و آنطوری که دلخواه آنهاست با دست خودی به نفع خودشان استفاده می کنند. این را همه می دانند. از آن جهت است که چندی نگذشته به عذاب الهی که نتیجه اعمال خودشان است گرفتار می شوند. وگرنه چه ترکی، چه فارسی، چه کردی. مرحوم میرزاده عشقی می گوید زبانم را نمی دانم گنهکار از چه می دانید. چه بد کرده که گردانم از این کرده پشیمانش. اگر گفته است بیگانه چه می خواهد در این خانه، خیانت می نبنموده چه می خواهید از جانش. زبان آذری قرن هاست که هست. شاعران بزرگی شعرها گفتند که گاهی انسان با خواندن یک بیت دگرگون می شود، لذت می برد. شاعرانی چون عظیم شیروانی، صابر، فضولی، راجی، لعلی، موجز، صراف. فقط ایرادی که با آنها میگیرند این است که ترکی آذری آنها به فارسی آغشته شده. من با حیدر بابا و سحندیه و دیگر اشعار آذریم برای اینکه خیلی نادر کلمات فارسی پیدا میکنید به زبان آذری شناسنامه دادم و میبینید که بعد از منظومه حیدر بابا صدها نظیره نوشتند، در صورتی که قبلا نبود. من در شعر آذری دریای لدم به این موضوع اشاره کردم. صحبت ما لحظه به لحظه داغ‌تر می شد که غریو و خروش موشک‌های عراقی اختیار از ما گرفت و هر دو رنگ پریده و لرزان در گوشه‌ای خزیدیم. دوستان در اینجا به پایان یکی دیگه از ویدیو خاطراتمون میرسیم. پیگیر ویدیوها خاطراتمون باشید. ویدیوهای ما رو با دوستان خودتون در میون بگذارید تا یک ویدیوی دیگه و یک خاطره دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و به امید دیدار.